زغال لخته جزو میوه‌های مورد علاقه خودم بود. بچه که بودم همیشه تو حیاط فصل کم شد بازی میکردم. آقای زغال لخته فروش میومد با دوچرخش و صدای زنگ دوچرخش میومد و یه شعری هم میخوند، حالا یادمه. من میدویدم از مامانم یه پول کوچیک میگرفتم و میرفتم تو کوچه. آقای زغال لخته میریخت و توی کاغذ رو قیف میکرد و میریخت. همونجا تو کوچه شروع کردم خوردن تا برسم تو خونه دیگه تقریبا تموم شده بود. جالبش این بود که هر روزم اگه رد میشد به مامانم گفتم مامان زغال لخته سریع پول میداد برم بگیرم، هیچ وقت مقاومت نمیکرد. جالب اینجاست که نه مامانم نه خواهرام نه تو الان که ازدواج کردم خانوادم هیچ کس زغال لخته دوست نداره. زغال لخته جزو میوه‌های مورد علاقه منه که منو یاد حیاتمون باغچمون میندازه. همین زغال لخته برام اصلا نمیدونم بگم چه حسی دارم به دیدن زغال لخته، به اون ترشی گسی که دهنم میکنه. خیلی خوبه خیلی. و همین تصمیم گرفتم برای پاییز امسال یه ساندویچ با طعم و بوی خاطرات بچگی خودم بسازم.